این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. این چیز گفتیم که عقیده عبارت از باورها و اندیشه‌هایی که سرگرمه اعمال و اقوال رسمی یک بنده می‌شود. زیرا اقوال و اعمال انسان دو حالت، یکی اقوال و اعمال عادی، دیگری اقوال و اعمال رسمی که با وجود اشتباهات در میان اعمال و اقوال عادی و رسمی از لحاظ اینکه قوت‌ها و بلندها اراده را با می‌آورد که بر اساس اراده عمل و قول انجام بشد، خواه رسمی باشه یا عادی، ولیکن پشت صحنه و یک تنظیم کننده دیگر غیر از اراده و ظریفه و قوت‌ها نسبت به اعمال و اقوال رسمی نباشد، او عبارت از باورها نباشد. و برخی از مسائل و برخی از قضایا توانست و گروه‌های انسانی باورمند نباشد که بر اساس او باور یک تحرک دقیق موجود بشود انسان و یک تحول دقیق در انسان وجود می‌یابد که اینی میتونیم بگیم که باورها و عقیده‌ها میباشد مستند و طبیعی‌های اعمال و اقوال رسول. عقیده و باور میباشد تنظیم کننده اعمال و اقوال رسول. عقیده و باور هست محرک و باعث بر اعمال و اقوال رسول. عقیده و باور حیثیت دقیق نسبت به اعمال و اقوال، قوت بخشنده اعمال و اقوال، سرعت بخشنده اعمال و اقوال میباشد و علاقه عقیده با اعمال و اقوال رسمی مانند دانه نسبت به جوانه، مانند ریشه نسبت به درخت، مانند روح نسبت به بدن، چیزی که در میان هر دو توازن است. از همین جهت هم معنی لغوی عقیده را که از عقده و عقد و گره محفوظ میشن میتونیم مفهوم بدن که چون اعمال و اقوال رسمی با این باورها و اندیشه‌های گره دارد، هر
کسی که عمل انجام بده، نماز، روزه، طاعت، تحرم دیگر، قول دینی، تسبیح و تحلیل، اینا اعمال و اقوال رسمی. تا هنگامی که این باور در او نباشد، این عقیده در او نباشد، او اعمال و اقوال مقام اعتقاد ندارد. از چون اعمال و اقوال با عقاید و با عقیده و باور گره، یا اینکه همین باورها با هم دیگر گره. یعنی به طور مثال عقیده اسلامی که توحید و نبوت و معاد میباشد با هم دیگر گره خورده که هر کدوم مستلزم دیگری هست. خلل به یکی، خلل به مطلق باور، به مطلق ایمان نباید، به مطلق اعتقادیات نباید. و اینکه چون من با اعتقادات و باورها گره خورده، از این جهت عقیده و باور را عقیده میگم و به او اعتبار ما شما حیثیت باورها را وقتی میتونیم بسنجیم که باورها را به دو قسم بکنیم. باورها باورهایی که باور انسانی تصدیق انسان و طایفه از انسان رو بشن، او باورها و او قضاها خدای انسان بر او لازم کرد. یعنی عقایدی که آسمانی است، باورهایی که از جانب آسمان الزام شده بر بنده و مصلحت بنده میباشد و فایده بنده میباشد. لیکن عقاید خرافاتی که انسانها طوایف مختلف دیگر آمده این عقاید و باورها را برای خود مختلف کردند. بهترین عقیده و باور همون چیزی که خدای انسان و انسان ارزانی رو مکلف کرده بندگان خود را به این که به او ایمان داشته باید، به او بگرد، به او باور و یقین داشته باید که بیشتر در درس هفته گذشته بیان کردیم که در تمامی ادیان عقیده یک چیز توحید، نبوت، معاد و اون چیزی که از لوازم ایمان باشد و یا اجزای ایمان باشد، همین سه چیز است که شرط مخلوقی ایمان و دین یک انسان تشکیل می‌دهد. ملت ابراهیمی که ملت ما میباشد، ملت هر شریعت دیگه میباشد، بلکه تمام ادیان که بگیریم به روی همیشه محور میکنیم. این چیزی بود که در هفته گذشته بیان شد، خلاصه درس شد. مجموعه این باورها و این باورها و مسائل در قرآن عظیم میشوند، در احادیث پیغمبر خدا علیه السلام و اجماع امت نهاده شده. قرآن عظیم شأنه که نگاه بکنیم و مطالعه بکنیم، از لحاظ ترجمه و تفسیر و مطالعه روی سه موضوع که مسائل عقیده‌ای بسیار قرار گرفت. خدا تبارک و تعالی احادیث پیغمبر خدا علیه السلام، کتاب ایمان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابواب الایمان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، همگی مبین یعنی اعتقادات بیان کننده و تثبیت کننده یعنی اعتقادات می‌باشد. بعضی از عقاید و مسائل عقیدوی هم در نزد اهل سنت و جماعت رحمهم الله بر اساس اجماع ثابت میشه که اجماع امت به همین چیز رفته. در مسائل اعتقادی قیاس راه ندارد.
قیاس مجتهد فقط به مسائل فروعی تعلق دارد. مسائل عقیده‌ای ندارد. قیاس مجتهد، استنباط مجتهد، فهم مجتهد دو ثابت دارد. علمای فقه مصطلح صحیح ما و فقه آمدن همین مسائلی را که در قرآن و حدیث وجود در اجماع امت دانسته میشن در کتاب‌های به نام کتب عقیده جمع‌آوری کرد و مجموعه این مسائل شده علم مدون، یعنی علم عقاید. پس لازمه که در مرحله اول علم عقاید را بشناسیم. حیثیت و حکم فراگیری علم عقاید، فایده فهم و درس و تدریس و تفهم و یادگیری و تعلم علم عقاید را بشناسیم. جناب حضرت علامه طاهرالاسلام دستوری رحمه الله می‌فرمایند که علم عقاید عبارت از همون دو علمی که بحث میشه در اون علم از مسائل عقیده‌ای که ثابت میشه به دلایل قطعی. هر مسئله عقیده‌ای که به دلیل قطعی ثابت میشه همون علمی که بحث از چنین امور بکنن او علم عقیده میشه. در کتب موضوعات اگر عقیده فقهی را بگیریم، اگر قصیده عملی را نگاه بکنیم، اگر فقه اکبر را نظر بکنیم، ابوالمنذری و شرح عقاید، شرح مواقف و شرح مقاصد که کتاب‌ها ضمن رساله تا به هفت‌هشت کتاب موضوعات از بحث عقاید داریم، همگی پیرامون همین موضوعات بحث می‌کنند. بعضی مختصرتر نسبت به استعمال قابل مطلبی و بعضی مفصلتر نسبت به اون کسی که مستعد به این استدلالات عقلی و نقلی وارد بوده باشه. و این که میگیم به ادله قطعیه. آن از میشن دلایلی که نسبت به امور حدیث که میکنه ادله قطعیه. احادیث پیامبر خدا علیه السلام نسبت به امور سگانه‌ای که ذکر شده ادله قطعی ندارد و برخی از مسائل عقیده‌ای که به اجماع ثابت شده او اجماعی که قطعیت ثابت می‌کند. هر اجماع قطعیت ثابت نمی‌کند، بلکه برخی از اجماعات نسبت به برخی از مسائل او قطعیت تصمیم می‌کند. از همونطور مسئله که در باب عقیده به وسیله دلایل قطعی ثابت شده باشد، فلان علم بیا از همین مسائل بحث می‌کنه، او علم عقیده رو حکم فراگیری علم عقیده رو عقیده باید انسان مؤمن بیانید. حکم که فرض عین هم نسبت به آموزش، نسبت به این که هر فرد مؤمن هنگامی که بالغ بشه خواه خواهر مسلمان باشه، خواه برادر مسلمان باشه، با مجدد بلوغ اولین چیزی که فرض عین بر او بیشتر از نماز، بیشتر از روزه، بیشتر از مسائل عبادی دیگر میباشد مسائل عقیده که حتما باید عقیده او مستحکم، عقیده او را بیاموزد. زیرا بیشتر این کردیم که عقیده مستند اعمال، آرامش دهنده قلب، تکیه‌گاه اعمال نباشد، صلح دهنده اعمال نباشد. ولی علما هم جناب محمد حنیف قلبی رحمه الله می‌فرماید اولین چیزی که با عالم لازم نباشه در بخش آموزشی که بیاموزانند فرزندهای مسلمان عقیده و جای اینکه یک واعظ و یک معلم بیاید از فضائل بحث بکنند، از مستحبات بحث بکنند،
می‌فرمایید شما حالت هنوز عقیده یک نفر نساختی میری به طرف قواعد، به طرف مستحبات، به طرف نوافل، به طرف امور دیگر. این اصل و رکن اساسی باید باشه. پس برای عالم هم لازم باشه این چیزی که میان می‌کنه به یک فرزند مسلمان عقایدی باشه. طوری که ما شما در این بچگانی‌ها اولین چیزی که می‌آموزند همون عقیده اجباری می‌باشد. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و آخرت و البعث. این چیزها در بطور خلاصه می‌آموزند به یک بچه مسلمان. فرضاً نسبت به عالم هم که مسلمان. پس فرض عین مثل نماز، بلکه بدتر از نماز. فرض عین فایده فراگیری عقیده و علم عقیده. یک نجات یک انسان در سرای آخرت موقوف به عقیده بود. اگر صاحب عقیده بود او یک ربطی از اوقات و جهنم نگاه پیدا می‌کنه یا در مراحل اول بالکل جهنم نمی‌بیند یا اینکه در یک وقتی از اوقات نگاه پیدا می‌کنه. این اصل فوز میباشد، اصل فراغ. به همین ترتیب عزت در نزد پروردگار، محبوبیت در نزد پروردگار، به خاطر اینکه ایمان محبوب‌ترین چیز میباشد در نزد پروردگار. وقتی که انسان ایمان یعنی باور نسبت به معتقدات اسلامی را میکنه، پس او بنده میشه محبوب پروردگار، میشه مورد اکرام یا مورد اعزاز پروردگار. خداوند او را یک مقام یک منصب موهبت می‌دهد. و فایده دیگر اینه که ایمان یک شخص از مرتبه تبلیغ میره به مرتبه استطاعت. تفقد در حیثیت ایمانی یک نفر موجود میاد. این هم بعدا در میشه ایمان تبلیغی و ایمان استطاعتی چه فرقی را واضح کنه. از علم عقاید از مسائل و باورهای اساسی انسان‌ها بحث که میبایست انسان بود باورمند باید. لحاظ دو چیز، یکی مؤمن بهی در چه چیز ما شما باید باور داشته باشیم، این چیزها چیه؟ یکی میباید ایمان و باور ما و شما بود چیه؟ در مرحله اول ایمان چی هست؟ با هم فخرالاسلام علی بستوی رحمه الله قول صحیح اهل سنت و جماعت دارد. چیزی که اصلا علامه ابن محمد صاحب الخطیب رحمه الله در خود مصاحبه بیان کرده. قول صحیح اهل سنت و جماعت یعنی عقیده الایمان مرتب از این چیز دو رکن داره. تصدیق و اقرار بالله تعالی کما هو و اسمائه و صفاته و قبول احکامه و شرایعه. انسان هنگامی که یک تصدیق بکنه، دوم اقرار زبانی بکنه و خداوند تبارک و تعالی طوری که شایان شأن خداید، طوری که خدا بر اون شأن و بر اون صفت نباشد، تصدیق و اقرار بکنه به اسماء خدا و به صفات خدا و همچنین قبول بکنه احکام خداوند تبارک و تعالی، شریعت‌های پروردگار به خاطر حمایت بشر دور فرستاده توسط پیغمبرها و انسان‌ها. از دو چیز، تصدیق و اقرار، این دو رکن ایمان میباشد.
بخاطری که انسان مرکب دوست یکی قلب یا به عبارت دیگه بگیم روح که مرکز روح قلب باشه، دیگری قالب، قلب و قالب. پس یک رکن ایمان تعلق به قلب انسان، رکن‌دهی انسان، رکن‌دهی ایمان تعلق میگیرد با قالب انسان. و چون زبان معبر جنان و قلب لحاظا این دو با هم دیگر پیوند دارد. از این جهت رکن اول تصدیق که کار قلب. تصدیق یعنی چه؟ یعنی یقین کردن، یعنی باور کردن به همون اموراتی که لازم در دین روحی اسلام به اون باور و یقین باشد. تنها باور نیست، بلکه پذیرفتن قلبی هم در قلب خود و انقیاد و پذیرش قلبی هم داشته باشد. بسیاری از اوقات دیده میشه که یک شخص کافر باور دارد این که اسلام برحق است، امور دینی برحق است، لیکن چون فرمانبرداری قلبی، تسلیم قلبی ندارد، پذیرش قلبی ندارد، امور ایمانی و امور اسلامی است، میخواد که گروه شخص مسلمان مبتلا نشه بلکه کافر نشه. پس علاوه بر باور قلبی و یقین قلبی، پذیرش قلبی هم، میلان قلبی هم، اطاعت و تسلیم قلبی هم لازم است. یک رکن دوم تکرار که در طول زندگی یک بار بر انسان فرض نباشد. بعد از اینکه شخص مکلف شد، بالغ شد، بر او فرض نباشد که یک بار بگه لا اله الا الله محمد. این دیگر پیش بود لازم میاد به محضران و محضران گفتن اگر کسی عرضون رو گفته که کلمه رو در محلی که شک باشه این فرایزمت مسلمان یا کافر هنگامی که عدو پرسیده میشه که کلمه رو اونی باز واجب میباشه که به الله محمد رسول الله اون وجودگاه هم بوده این شده هم در حالت انفراد و تنهایی هم هنگامی که میگیم تکرار و زبان رو نباشتن فرض میباشه. یک بار گفتن شهادتین، کلمه توحید، کلمه رسالت فرض. ولی که در واقع این دو یک مثال بیشتر بکنیم. قیام یعنی اسپادن در نماز هم فرض، سجده و رکوع هم فرض، قرائت هم فرض. اینها رکن‌های نماز میباشد. ولیکن در مابین این ارکان فرض یک رکن هست که بالکل سقوط نمی‌پذیرد، بالکل از بین نمیرد. یک رکن هست که در هنگام ظلمت از بین نمیرد، ساکت میشه. شخص سر از دل مرض شکر و مرض قند و میترکیب میخواه و سقوط جسمی دارد، نمیتونه اثبات بشه. در شرعیت و رکنیت قیام همون ساکت ولیکن سجده و رکوع تا به هنگامی که با سر بتونه اشاره بکنه همون ساکت. اگر با سر هم نتونست که بیشتر سر خور حرکت بده به اشاره قبول اشاره چشم سجده و رکوع ادا نمیشه. پس برق ارکان هست که سقوط می‌پذیرد در هنگام ضرورت گول رکن صاحب ما شما بگید. برق ارکان هست که سقوط
در بینم در نماز اگر شخص نتوانست او اندازه ضعیف که سر هم جنبش ندارد نمیتونم بگم بالا سرم فرج تمام جسمی اون صورتی که دور میشود نماز میشود مسئله شدید در باب ایمانیات هم هنگامی که میگیم ایمان عبارت از تسبیح یعنی امور و اقرار به زبان به این امور سگانه تسبیح عمل قلبی او سکوت نمی‌پذیرد هیچ او رکن اصلیه هرچی که اقرار به زبان او در بعضی از مواقع میتونه شامل تو رکن ظاهری فرق در مانع بیرون با شما دو قسم اقرار و اجبار دارید یک اقرار و اجباره که منجر بشه به قطع عضو یا قتل نفس از بین رفتن نفس یک شخصی یک تابع یک مسلمان را مجبور میکنه به این که کلمه کفر مجبور میکنه که کلمه کفر این اجبار دو قسم یک اجباری که گفتیم منجر نشه به این که عضو رو قطع بشه دوش رو بیهی رو منجر رو یا اینکه منجر میشه به قتل و از بین رفتن و طلب شدن نفس این اکراه مرجعه گفته میشه یکی دیگه اکراه و اجباری که نه چطور میکنه بندی میکنه یعنی منجر نمیشه به قتل نفس و طلب نفس و به قتل عضو این اکراه غیر ممکن بیشتر که گفتیم اقرار به زبان و رکن ظاهری نباشد و سکوت میپذیرد در صورتی که اکراه مرجعه باشد با رخصت در شریعت او باز میشد در واضح رخصت باز میشد که اگر همینطور اکراه مرجع شد میتونه یک شخص مسلمان با کلمه کفر تصادف اما اگر اکراه مرجعه نبود فقط به خاطری که بندی نشد به خاطری که چپات نبارد به خاطری که کم زحمت نبیند که دو کلمه کفر را در زبان نداند او از او گزیر کردن از این خاطر میگیم که در حالت اکراه مرجعه اقرار ساکت میشه رخصت به این شخص که به این کار مخصوص که کلمه کفر اما یک باز بخش عظیمت پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام می‌فرماید که لا تشرک بالله با خداوند تبارک و تعالی شریک نگیر کافر نشو اگرچه که و این قتلت او فرد اگرچه که در دادن نیست اگرچه که کشته هم نیست این مرتبه عظیمت که اگر یک شخص و ایمانیات خود آنقدر باورمند میباشد که هر زحمتی رو میگیرد حتی کشته و سوختانده و انداختهشون و داخل دریا و از قوات دیگر انداختهشون باز هم از من کلمه کفری برمیآید اگر او کشته شد در نیرا او شهید میشه خیلی ثواب عظیم مثل اصحاب مبارکه که در تحت شکنده بخون شهید شدن حضرت سمیه حضرت یاسر و دهها شهید مبارک شدید که وزیر شکنده بخون یا شهادت می‌کنند لیکن گاهی آنها از رخصت استفاده می‌کنند عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهما کلمه کفر در زبان می‌رانند إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مگر کسی که به چنین اکراه مرجعه مجبور باشد و به تحت چنین شکنجه درگرد اما قلب او مقامات از نباشد خلاصه یک مثال کنید تسبیح هنوز باور قلبی مثل
اعضای رئیسی شما دو قسم اعضا رو انجام دادن در بدن. یکی اعضای رئیسی، قلب عضو رئیسی هم، دماغ عضو رئیسی میمونه. اعضای رئیسی یعنی اعضای غیر رئیسی، چشم، گوش، نفس و آب، یک کلیه و قرآن ما بیمونه باشن اعضای غیر رئیسی. اگر عضو غیر رئیسی هستیم این موت انسان هم نتیجه نداره. اما اگر عضو رئیسی هستیم سر هم قلب با سکتگی مواجه شد، قلب شکافته شد، شش شکافته شد، کلیه ها برباکته شد، یعنی همون حالت از بین رفت. حتی کلیه هم بعض عضو رئیسی نمیدن کن البرد عضو رئیسی، یعنی عضو رئیسی انسان که از بین بره سر رو قد میشه انسان حیات خود عدد شد. تسلیم تماما عضو رئیسی انسان. اما اقرار زبان اعضای غیر رئیسی اگر با مرض در اعضای غیر رئیسی انسان وجود بیاید دکتر جراح او را قطع میکنه به خاطر که مفضی به طرف کل انسان میشه، کل شخص انسان را بگیرد. اقرار زبان هم همون حکم عضو غیر رئیسی انسان در حالت اقناع موجهه که منجر به طلب شدن نفس به قطع شدن عضو، شریعت اجازه میده که این اقرار صادر. هرچی که اعمال در ایمان چی دخل داره؟ اعمال جزء ایمان نیست، یعنی رکن ایمان نمیباشه. اعمال این نماز باید میکنیم اجتناب از گناهان این رکن ایمان نمیباشه، یعنی داخل در ماهیت ایمان نیست. ما بگیم ایمان مجموعه صدا تصدیق، نقاب و اعمال. نه، عمل یک امر ظاهر میباشه خارج از ماهیت. لیکن از یک لحاظ خیلی یک عقیده پاک و صاحب روشن داره. اگر خارجی باشه کسی، اگر دلی باشه کسی، چی میگه؟ اون میگه ایمان رکن، عمل رکن ایمان. یعنی چه؟ اگر شخص نماز نخواند، اگر شخص روزه نگیرد، اگر شخص معاذالله زنا کرد، اگر شخص معاذالله دروغ گفت، اگر شخص بهتان کرد، همین معصیت‌های کبیره را انجام داد، فرایض انجام نداد که نماز و روزه و حج و زکات و ایمان بکنند، خارجی‌ها میگن شخص کافر میشن. معتزلی‌ها میگن از ایمان بیرون. لیکن اهل سنت والجماعة رحمهم الله چی فرصت به این انسان داد؟ چی بدونن؟ عمل داخل در ماهیت ایمان نمیباشه. یعنی اگر یک شخص مسلمان نماز نخواند کافر نمیشه. دروغ نگه، بهتان ببنده، معاذالله شراب و کافر گفته نمیشه. لیکن ایمان رو سلب بکنه، ایمان سلب معیوب بشه ایمان، عیبناک بشه ایمان. چرا؟ با خاطری که اهل سنت و جماعت که می‌فرمایند عمل داخل در ماهیت ایمان نمیباشد، نمی‌داند که عمل ثابت مطلقاً برای او اعتبار نباشد. طوری که روی غلط دیگه به نام مرجعه همین چی بگه؟ عمل هیچ دخل در ایمان ندارد. اون شخصی که فسق کرده در تمام زندگی خود و اون شخصی که در تمام زندگی طاعت و عبادت انجام داده هر دو علیه این عقل هم نمی‌کنه. عقل نمی‌کنه چی باشه؟ نه
چی باید به شریعت مختص اسلام. پس اعمال باید داخل نمیباشه در خود ماهیت ایمان، اما زینت دهنده ایمان زینت بود. مانند درخت، همین تنه درخت شاخ و برگ و میوه میباشه زینت دهنده درخت در زمستان همون درخت، تاب در زمستان همون تاب کرد، ولی که اون زیبایی و اون زینته که در بهار و تابستان دارد، اون زیبایی و اون زینت دارد. اگر اعمال صالحه باشد، ایمان یک نفر رونق دارد، ایمان یک نفر نورانیت دارد، ایمان یک نفر استحکام بیشتر و قوت بیشتر در میآید تا به نفری که اعمال صالحه در میآورد، تا به یک شخص مسلمانی که بیاید کارهای غلط و گناه میآورد. لیکن هر سه با هم دیگر اگر سه باشد ما میگویم دو قسم ایمان دارد. یکی ایمان منجی نجات دهنده از جهنم، یکی ایمان معلی یعنی علو بخشنده، ارتقا بخشنده. صد یک مسلمان در جنت متعالی میکند، به صدم طبقه جنت را میبرد، به بلندترین درجات رو رسول. ایمان که ترقی بخشنده. ماهیت ایمان اون تصدیق اخلاق او میگویم منجی نجات دهنده. هرچی که صاحب اعمال صالحه او از ایمان کامل میشه، یکی نفس ایمانه، یکی ایمان کامل، یکی محض، یکی دیگه بقیه اقلیم کشور. محض ایمانه که از همین نقطه اگر آن فراتر بودید و افغانستان میکنید یکی وقت کشور بگید این جنان از همین نقطه اگر اون طرف گذاشتید از ایمان بیرون شده. محض ایمان، حق ایمان، هم تصدیق و اقبال به انسان یکی دیگه باشد. کمال ایمان، کمال ایمان کی میتونه حق دارد؟ این مؤمن کامل کی میتونه باشد که علاوه از تصدیق اقبال اعمال صالحه انجام بده و اجتناب بکنه از گناهان. این حقیقت ایمان، ماهیت ایمان به اعتبار ایمان کامل و ایمان نفس ایمان و مرد و بندر ایمان باشد. هرچی که خود تقسیم دیگه ایمان وجود است، یک ایمان ظاهری و طبعی دارد، یک ایمان مستقل و ایمان بیانی دارد. هنگامی که یک فرزند طفل کوچک در میان یک خانواده مسلمان پیدا باشد، او نمی‌دونه که باور داره کنه، نمی‌دونه که قبول بکنه. از اون ایمان طبعی درجه، یعنی به تابعیت پدر و مادر مسلمان بچه هم مسلمان. اگر واقعا بکنه باشون دادنشان، نماز شما داره کاملشان، جهانشان در مقدار مسلمین به او ایمان بکنه. و اگر مال چیزی هم کسی رو بخشش پیدا باشه، از اون نیاز می‌کنم در خانواده و وابسته. این ایمان طبیعی به هر والده، در صورتی که خانواده اسلامی پدر و مادر مسلمان، یا اینکه یکی از پدر و مادر به شرف ایمان مشرف بشه، در کار کفر هر دو کافر بودن پدر و مادر، یکی به شرف ایمان مشرف شد لا اله الا الله محمد رسول الله، این یا فرزند و تابع همون خیر الابوین بینند، تابع این مسلمان باشه تا بدر کنه. امور فقهی دیگر رو کار نداریم،
و اصل نگاه میکنه و این مدت قرار میشه دو کار داره. یکی که همه مسلمان مانند زندگی اهل کتاب یه رویه و نصرانیت فرزند به واقعیت لقای دو و همبستری دو به اینکه ما همین فرزند تابع خیر و خطاین بینند تابع همین قرار مسلمان این ایمان ظاهری گفتن ایمان طبعی گفتن میشه که طبع قرار مادر مسلمان اون بچه که توانایی تصدیق و اقرار دارد اون مسلمان. یکی نوع ایمان بیانی معرفی که شخص آنجان که اون که بیشتر برمیده فرض را بود این فرضهی نبود که اعتقاد بکنه خودش مستقلاً بگه ما انا الا محمد زبان گشایش پیدا بکنه و بگه لا اله الا الله محمد رسول الله از پذیرش قلبی تصدیق قلبی و پذیرش و اقرار به لسان این مرتبه ایمان استقلالی یک نفر ایمان بیانی یک نفر که بعد قلوب این چیز دارید باید وجود اون هم بعد قلوب دو مرتبه ایمان داریم یکی ایمان تبلیغی دیگری ایمان استقلالی. إلى حقيقة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. علم عقيدة عملي فاسد. ما بعض المسائل عقيدية ملحقات بين بعض المش ملحقات. تفصيل نقش همی و فراری دیگر و بعض مسائل ضمنی که در باب عقیده ذکر شده مسائل اساسی نیست. این سه چیز مسائل اساسیه توحید، نبوت، معاد و لوازم اون چیزی اجزای توحید اجزای خود رسالت و اجزای خود معاد نباشد. اینها بالکل عن فرضائی بعض مطلقات هست که اون مخل به ایمان نمیباشد به صورت که یک شخص معتقد او نباشد شاید فاسق باشد فاجر باشد یک نفر لیکن مخل به ایمان اون نفر باشد. مسائل اساسی خود علم عقاید اگر کس به او معتقد نباشد او سبب میشد برای اینکه ایمان خود است. حکم گفتن صدق الصلاة همگی ائمه اربعه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل رحمه الله می‌فرمایند که اگر یک شخص سه بار در یک مجلس و سه لفظ مختلف طلاقی به یک دفعه به سه طلاق اگر با قانون خوب بگن لازم نیست که خطاب باشه و هر جایی که نفر باشد شاهدی هم لازم ندارد وگر سه طلاق باشه و غیر از که ما برسول علامه ابن تیمیه اونا قائم نباشند به این که طلاقی که صدقگی باشه و یک مجلس و یک طلاق حساب میشه این گفته امام ابن تیمیه میباشه خلاف اجماع ائمه اربعه. بعض تفرقات ابن تیمیه شکلن که تفرق داره ادامه به یک چیزی بگن تفرق داره. در مورد سه حکم میشه بعض علوم معاملات دارن فرض عین کسب بود بعض علوم دارن ممدوح کسب بود بعض علوم دارن مستحب کسب بود بعض علوم دارن حرام کسب بود. علم سیر افضلیت به علم کسبیه بعض قوانین داره که اگر اون قوانین انسان
بیاموزه و چیز تمرینات بکنه اما علم آموخته میشه، لیکن آموزش این علم حرام نمیشه. اگر یک کس بدوست شده عضو راههای شرعی رو هم بباشه، کسانی که تعمیرهای اسلامی میگن راههای دور کردن رو هم هست، حتی علما و امامان می‌فرماید که اگر تعلم سحر تا خاطر دعوت شر باشد، یک از سحر مثلا عالم می‌آموزد علم سحر، بخاطر که اگر خدای نکرده یک برادر مسلمان سحر و جادو بشه از طرف یک کس، اما تا اون رو باز کنه. این برخی از علما تشخیص می‌کنند. دیگه این چیزی که مثلا احناف مفتوی احناف رحمه الله گویه که بالکل تعلیم ناروا، بخاطر اینکه یک علم حرام وقت آموخته شد شریعت انسان از طرف اون مشقت او را باعث می‌کنه که راه حرام آموخته. شاید کردیم که برخی تعویضات اسلامی من دعوی چیزانه تعویضات اسلامی هست از حالات قرآنی حکیم محمد رحمه الله اما سواری سوره الله تعویضات اسلامی دارم به خاطر ترک سحر و تطبیق بودن سحر وجود هست. چرا ما میگیم که ملت از حضرت ابراهیم عالمی و علیه السلام بدون فرق در موقع ملت و در موقع شریعت، اگرچه که همگی ادیان در همین مورد اصلی انبیاء یکسان، اما چون که حضرت ابراهیم مختلف رو امام الانبیاء می‌گوید، امام الانبیاء می‌گوید تمام انبیاء که بعد از ایشان آمدن همه یا از اولاده حضرت ابراهیم علیه السلام یا نسبت میشه به حضرت اسحاق اکثرا انبیا، یا نسبت میشه به جناب حضرت اسماعیل محمد صلی الله علیه وسلم. از اول انبیا بگیم، امام الانبیا بگیم، اکثر انبیا متبع جناب حضرت ابراهیم که در خود اصول اصلی و گرایش اصلی امور ثلاثه اصلی و تربیت ملت از حضرت ابراهیم و اما همگی از این قومیان حقیق و فرق ملت امور اقتصادی و چیز از امور اقتصادی که اختلاف پذیر نمی‌باشد. هرچی که شریعت و باز اختلافات در مسائل فقهی چون ما یعنی برای در بعض موضوعات ما بگردیم می‌دهیم که اقوال باقی نمی‌ماند و دوره که شما شوید روز قیامت وزن می‌شود، چون بقا نباشد از وزن نمی‌شود و چرا شما اینقدر خود عوض کنید؟ چون همین گفته مدیری خودش عقلا ندارد. شما همین روزها در بحث و اعمال می‌آید. یک مثال بزنم. اکثرا مقاومه‌های غلط که ابن فرمیدن به اساس قیاس شاهد برآید. یک نفر خود رو قیاس کنه و پیامبر معلومات چون او گناه میکنه پس میگه پیامبر هم معصوم خود میخونه چون خود را میسنجه در دایره خود محیط شده میگه من خداوند متعال خداوند مانند نکیست. این عقاید غلط برگرفته همین قیاسات غلط حالا میگه شما به خاطر سنجش امور خیلی چیز هست که ما شما نمیبینیم. عرض همین اعمال عرض عرض نمیبینیم، مشاهده نمیبینیم، لیکن میزان سنجش دارد. حرارت و بریدن دیده نمیبینیم، لیکن میزان سنجش مطلعی دارد. صوت بگید تیاران قدر بینم که امور چیز سلگیر دیوان سلگیر شکست زلزله یک مقیاس دارد. اینقدر رشته که باشه انباقه سنجش
فلان میباشه اندازه مقیاس سنجش آواز و صوت، فلان چیز میباشه مقیاس و درجه اندازه‌گیری و وسیله اندازه‌گیری فلان. اینا دیگه اعراض اگر صوت بگیریم، زلزله بگیریم، لرزش گشت، اگر آواز نباشه یا مثلا قوت جریان الکتریسیته چقدر جریان بیستی وجوده که تو دستگاه نمیدونم درکی تا مقدار جریان او بدن. یعنی اینا چیزهایی که دیگه نداریم ولی که میزان سنجش هست. وقتی که بنده میتونه که میزان سنجش برای اعراض داشته باشه، اعمال یک انسان گروه هم عرض نواده خداوند قادر نیست به اینکه میزان سنجش داشته باشه. دومی که اعمال دیگه خانمی اعمال خانمی هم اعمال یک انسان مانی اعراض است. برخی از علما هم میگن که اعراض واقعه بعدا یک تجسد، یعنی جسدیت و جسمیت بودن، عینیت بودن. پس یا به همون مقیاسی که خداوند او معلوم کرده گذاشته در روز قیامت وزن می‌کنم، یا اساسی که اعمالتون در صحیفه اعمال نوشته بعدا یه عرضه میشه صورت جسمانیت رو خود میگیرن تو میتونه که وزن باشه. او مفهمیدن و دانستن عقیده های غیر اسلامی. اول اون چیزی که باید با شما لازم باشه، یعنی همیشه بگم به خود بخش فتوا یک دفعه مسائلی که در مذهب امام اعظم رحمه الله توی مفلس بیاد بگیر، بعدا برو طرف مظاهره با خاطر سیر علمی میشن نسبت به اقدامات هم. یک دفعه اصول عقیده‌ای خود یک شخص استدلالاً فرا بگیرد، تقریباً استدلالاً فرا بگیرد، بعد از اینکه راسخ و عقیده اسلامی در بود، بعدا باز اگر کتب دیگران را هم مطالعه کنند. اول چیزایی که ما میگیم شما عقاید مقیاریش بررسی بشه، عقاید یهود و قرآن بررسی بشه با دیگرها، و این نتیجه مطالعه هم علمایی که در مقام رسوخ به عقیده رسیدن هیچ شک و تسلسل در عقیده ایمانی آنها و اسلامی آنها به وجود نمی‌آید، بعدا اینها راه مطالعه پیدا می‌شن. پس برای برادرهایی که هنوز این کامل و راسخ میان ترقی اسلامی، یک استادی که کمونیست است، عقاید کمونیستی در نسبت عقیدی و شک و توهم موجب میارد. پس این که میتونه که خودی باز بیان مستقلا مطالعه رو کنه. معلومه که نسبت به عقاید اسلامی خود رو مستقل و مطمئن و مستقل و صاحب استقلال نمیباشد. از طبعی این کمپیشنی از کتبی که عقیده رو به جواب شما کشید میباید پریز بکنم. هر غیر کفر اسلام در چیه؟ این درسیه که در هفته آینده انشاءالله بیان میشه، اقسام ایمان، اقسام کفر و همین چیزی که خلاصه همین چیزی که بیشتر بیان کرده تصدیق و اقرار از بین رفت صورتهای مختلف خود دارد، آرام مختلف خود ایمان از بین رفت. اگر تصدیق از بین رفت مطلقا ایمان از بین رفت. قول اقرار بزرگان در بعض از حالا اقرار منجعه مثلا و بدون اجرای سخن میگه که مرادی با عقاید اسلامی هست، او اگر بشه ایمان از بین رفت. انشاءالله بعدا کنم. برای رفت شکوه ارتباط با عقیده در بعضی از موارد چی را واقعی در نظر دارد؟ بکنیم این عقیده باشه علم نظری، بعض علوم از نظریه، تئوری نظری، بعض علوم از عملی. علم عقیده فقط نظری بود بر قلب جای دادن، او را مستحکم کردن به وسیله خود ادله از قرآن، احادیث و اگر او هم احادیث آید نمیتونه برسه عقلا هم به این چیزی که در تشکیل آراب میباشه
عرب حدیث اول رو که می‌بینیم صحیح و در کتاب می‌بینیم صحیح ولیکن عقلا هم معقوله را مشاهده کردن که دیدن شما با ما همی که نوشته در عنوان با ما باشید همین که شما با ما باشید شروع صبحها همگی از طرف مشاهده می‌کنید که پیش نمیشه تصدیق در وقت خواب ساحل میباشد و ایمان اکتاز یکی زوال یک چیز هست یکی بیخبری هست و خدمت در ایمان خواب ظاهر نمیشه در ایمان خواب انسان از تصدیق خود بیخبر مثل که در ایمان خواب نفر از روزه خود بیخبر در ایمان خواب نفر و شخص از پادشاهی و از مقابل و رعیت بودن خود بیخبر این دو صورت ظاهر نمیشه بسید از ایمانی و خبر دارد طفلی که از پدر و مادر قابل باشد طفل ایمان باشد یعنی مدت جنت میشود در این موقع بین حضرات و آما اخبار بعد من میشه خلاصویه امام اعظم اخبار کنید توقع از همه بگذارد چی گفتن کسی از اون میگرم الله اعلم و مبارکان بی عاملین حدیث شریف خدا میدونم که این چی حالت بر او بود و بر او میامد به صورتی که زندگی بود و زندگی ماست اگر باید خانواده کفری رشد بکنه باید هم حقوق گذاریم پیغمبر خدا علیه السلام فرمود هم منهم این به اولاد بکنم انجام اما اگر در جهان در علیه کفار اولا مقصد باید گفتنش و زن باید کردن یک اگر رفت به زیر خود موجود مجاهدین غیر تسلیم هم منهم به استشکال از این قسم حالیش یکی میکنه به جنم نره یکی میکنه که به احقاف نمانه یکی میکنه به جهنم نره یکی میکنه که توقف کنه این هم چون در روی دکتری هستن از بیرتر نمیکنه لیکن اگر این صورتی که بمیرن اگر در حالت طفولیت و ایمان به زنده باشه حقوق رو داده میشه چون پدر و مادر هم میخواد او ایمان فکری که باشد اون نمیتونه که بروز ایمان بکنه همین که پیش خود میتونه باشد بخاطر ایمان رو قابل میشه چی کنید بعدا میگفتیم که اعمال داخل در ایمان نیست در بحث کفر هم اشکالا می‌آید که اعمال مخل به ایمان نمی‌باشد ولیکن برخی از اعمال هست اگر شخص او را انجام دهد چون مخل به تصدیق قلبی او می‌باشد چون به ایمان می‌باشد از او جهت قابل است مثلا اگر یک شخصی بیاید قرآن از امتحان در باشد زیر پا و اقوال بکنه عمل یکی لیکن چون مقل به عقیده قلبی و تصدیق یعنی این نشان دهنده که این نفر تصدیق و باور از این کرد اگر یک شخصی دل باید یعنی واسه توهین و ابنا سنت پیغمبر خدا علیه السلام این یک انجام نمیدن وجودا مثلا یکی توهین استحضاب در کتب اول میاد که اگر زن شوهر خود قیام کرد اتفاق شد حقیقتی که حقوق انتخاب کردی واقع میشه و چه نیست گذاشتن سنت گذاشتن این چیز رو خودی آقای این چیه حقیقتی من حسیت رو خودی و اما بیرون میشه نیست بود درشیده حکم سیباشی نیست حالا به توی وحشی چیزی بودی آقای میشه چرا وقتی که اون جدی گفته معامل کرد یک نفر او به عقیده او رسیده از خود همه شما به عقیده بعدی پیامونی محصولات میگوید پیام در تمام نمازات فرق مورد اما که در این نقل پیام در موقع بحث فرق مورد اما چرا در موقع نقل پیام فرق مورد بکنید بعضی از خود جمهورات هست که خود او میباشد
no باید برای پایین در اصلا این خاطر در اون بخش چون که حدیث ثابت حدیث آمده ولی هم بگیم که بعض روشتها در اون مثل این قیام بهتر همین که اثبات بکنن ما نقل هم ثوابشون بیشتر لیکن اگر اساس این که نشسته بیشتر بکنن بهتر بکنن چقدر بوی سلام کن ماه 24 قائم پیدا